سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 28 آگوست تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه نظرعلی سلطانوف ببز گرفته شد، پدرش را از روسیه اخراج میکنند. 8 سال حکم زندان یک زن تاجیک در روسیه برای به سوریه به مادرش فرستادن 15,000 روبل. یک شهروند خیتای را ساعت 3 شب در نزد یک کلوب شبانه لطوکوب کردند. بازداشت کارمند میز حربی در خوجند برای گرفتن پوره. زاده تاجیکستان پدر 10 فرزند و داننده 10 زبان عبدالله ایمانقلوف مفتی اعظم خباروفسک شد. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 27 آگوست سال 2024 دادگاه نویه ترویسک شهر مسکو سلطانوف نظرعلی بازارویچ نفر متهم در حمله خونین به زن و شوهر صلح در نوای مسکو را برای 1 ماه و 29 روز یعنی تا 20 اکتبر سال 2024 به حبس پیشکی گرفت. سلطانوف که 38 سال دارد بر اساس قسم دوم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه به آدمکشی با بهرمی مخصوص و بر اساس قسم سوم ماده 105 به قصد کشتن 2 نفر عیبدار می شود. او در پی قتل پلکوونیک نیروهای هوایی ویکتور سلیزنیوف در دهه یارتسو در نوای مسکو دستگیر شد. همراه نظرعلی سلطانوف پدر او را هم بازداشت کرده حکم اخراجش از روسیه را برآوردند. همین دادگاه نویه ترویسک روز 21 آگوست شهروند تاجیکستان سلطانوف بازار علی خانوویچ را طبق ماده 18 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری روسیه در ویران کردن قاعده‌های بود و باش در این کشور گناهکار شناخته 5,000 روبل جریمه بست و به اخراج از قلمرو روسیه محکوم کرد. با قرار دادگاه بازار سلطانوف تا روز اخراجش از روسیه در بازداشتگاه خارجیان نگاه داشته خواهد شد. جسد به خون آغشته و لکه بیجان پلکوونیک مستوی 84 ساله ویکتور سلیزنیوف را شام 19 آگوست سال 2024 در حدود جمعیت باغداری پلیوت در دهه یارتسو و نویه کراسنایا پاخرا پیدا کردند. همسر 82 ساله او را با جراحت‌های وزنین به بیمارستان بردند و به طبیبان میسر شد که او را از مرگ نجات دهند. بعد چند ساعت همچون گمانبر در این کشتار زاده تاجیکستان نظرعلی سلطانوف سال تولدش 1986 دستگیر کرده شد. شام 20 آگوست ایرینا ولک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه در تلگرام کانالش ثبت ویدیویی لحظه‌های بازپرسی نفر متهم به قتل پلکوونیک سلیزنیوف را نشر کرد. از این ثبت برمی‌آید که دستگیر شده سلیزنیوف ها را خوب میشناخت چون که آن شام نصب به خانه آنها برای قرض پول رفته است. بنا به فرضیه‌ای که سلطانوف در این ویدیو نقل کرد، او یک فرزند معیوب دارد و برای جراحی او به پول نیاز داشت. گویا پلکوونیک سلیزنیوف در اول راضی شده است که کار او را بود کرده قرضش بدهد، ولی در آخر درخواست سلطانوف را رد میکند و او از همین دلیل صاحبخانه را میکشد. سلطانوف نقل کرد که او همسر سلیزنیوف را برای آن کشت که شاهد را از بین ببرد و از جنایتش پنهان بماند. به نظرعلی سلطانوف برای کشتار بر اساس قسم یکم ماده 105 از 6 تا 15 سال و بر اساس قسم سوم ماده 105 برای سوء قصد به کشتار 2 نفر از 8 تا 20 سال زندان تهدید میکند. ولی اگر خدای نکرده زن جبر دیده نیز بمیرد، نظرعلی سلطانوف را میتوانند برای عمرباد نیز به زندان افکنند. دادگاه دوم حوزه حربی غربی روسیه در شهر مسکو روز 26 آگوست سال 2024 نازیب و نام یک زن از تاجیکستان را به دلیل به مادرش به سوریه فرستادن 15,000 روبل به مبلغ گذاری تروریسم گناهکار شناخته به 8 سال زندان محکوم کرد. در این باره از تالار این دادگاه خبرنگار خبرگزاری روسی تاس خبر داد. evgeniy زوبف قاضی پرونده ضمن قرائت حکم گفت نازیمووا بر اساس قسم 5 ماده 33 و قسم 1 ماده 205 کودکس جنایتی روسیه مساعدت یا همدستی به فعالیت تروریستی گناهکار دانسته شده به مدت 8 سال از آزادی محروم کرده شد. با قرار دادگاه نازیمووا حکمش را در مبحث نظامش عمومی ادا خواهد کرد. بنا به فرضیه تفتیشات نازیمووا با مقصد مبلغ گذاری فعالیت سازمان تروریستی در روسیه و تاجیکستان ممنوع دولتی اسلامی یا داعش با یک نفر شخصیتش نامعین به سوریه 15,000 روبل برابر $160 پول فرستاده است. خود نازیمووا یا ادوکات و نزدیکانش برای شرح پرونده دسترس نیستند، ولی خبرنگار تاس میگوید
در دادگاه این زن اتهامات اعلام شده را به گردن گرفته است. طبق قبلا خبر دادیم روز 22 آگوست در روز اول مرافعه ناظمووا نقل کرده بود که او از سال 2014 با مقصد حفظ ارتباط با اعضای خانواده‌اش که به سوریه رفته بودند و تحت جستجو قرار داشتند با کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان همکاری میکرد. او همچنین بیانات داده بود که اون 15,000 روبل را با مقصد کمک به کودکانی که در سوریه در اردوگاه‌های اسیران قرار داشتند و همچنین با مقصد حفظ رابطه با مادرش که نیز در همون اردوگاه اسیران قرار داشته است فرستاده بود. در محبس‌های روسیه با عین اتهامات انتقال پول به سازمان‌های تروریستی ده‌ها مهاجر تاجیک ادای حکم می‌کنند، ولی درباره با چنین اتهام در روسیه به جوابگری کشانده شدن زنان تاجیک تا کنون یگان خبر به دست نرسیده بود. اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان روز 26 آگوست سال 2024 درباره آشکار شدن باز دو حالت تصرف مبلغ‌های شهروندان برای آماده نمودن شهادتنامه بر عوض بلیط حربی ناسالم از جانب یک کارمند حربی در شهر خوجند خبر داد. بنا به گزارش مرکز مطبوعات اگنتی در نتیجه گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی معین کرده شد که عبداللهیف از 12 آگوست سال 2020 تا 24 ینور سال 2022 در وظیفه متخصص به قیدگیری میز حربی کارخانه دولتی استفاده بری منزل سوئیل چپ شهر خوجند کار فعالیت نموده در دوره فعالیت کاریش در اساس مصلحت پیشکی با شهروند عبدالله و ماه مارت سال 2020 با روی فریب به باوری شهروند در آمده از نام برده با بهانه به نبیرش آماده نمودن شهادتنامه بر عوض بلیط حربی ناسالم جمع مبلغ 12,000 سومونی را طلب کرده گرفته. من بعد با مقصد عملی نمودن قصد جنایت خود با استفاده از تکنیک کامپیوتری شهادتنامه بر عوض بلیط حربی ناسالم از 24 نوامبر سال 2020 تحت رقم 007016 را برای ساختکاری آماده کرده حجت برعلو قلبکی را به شهروند دسترس نموده است. غیر از این می‌افزاید اگنتی عبداللهیف کردار جنایتکارانه خود را ادامه داده ماه سال 2024 با شهروند شناسایی پیدا نموده به آخرین خود را همچون کارمند کمیسریات حربی ولایت سوخت معرفی کرده از نام برده با روی فریب برای آماده نمودن شهادتنامه بر عوض بلیط حربی ناسالم به نام برادرش جمع مبلغ 10,000 سومونی را طلب کرده گرفته به منفعت نام برده یگان عمل معین را اجرا نکرده مبلغ ذکر شده را به احتیاجات شخصیش تصرف نموده است. خود عبدالله و شریکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. عاید دولت مذکور نسبت به عبدالله و دیگران با ماده 247 قسم 2 بندهای A, B و G و 340 قسم 2 بندهای B و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. بعد انجام تفتیش پیشکی پرونده جنایتی برای بررسی به دادگاه ارسال کرده شد. به عبدالله و شریکانش بر اساس این بند قانون جریمه و یا تا چند سال زندان تهدید میکند. ولی تجربه دادگاه تاجیکستان نشان میدهد که اکثر منصبداران با جنایت‌های کروپسیونی به دست افتاده در نهایت با پرداخت یگان جریمه رمزی خلاص میشوند. بسیاری‌ها مطمئنند که چنین حکم‌های سبک در عوض پاره‌های وزنین به دادرس‌ها و دیگر شخصان ضد دخل و حل کننده به دست میآیند. تماشابینان عزیز یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 آگوست سال 2024 با نشر یک اعلان از شهروندان برای جستجوی یک جنایتکار که برای آدمکشی در جستجو قرار دارد کمک پرسید. بنا به اعلان وزارت کارهای داخلی خالبابایف قربانعلی سال تولدش 1965 زاده نویه خراسان موقتا ساکن نویه رودکی جماعت دیوات چورگلتپه دهه پختکار با ماده 104 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در جستجو قرار دارد. درباره پرونده خالبابایف یگان تفسیرات دیگر داده نشده است ولی ماده 104 مربوط به جنایت آدمکشی می باشد. اما درباره اینکه خالبابایف قربانعلی به کشتاری که عیبدار می شود و این جنایت کی صورت گرفته است یگان معلومات داده نشده است. وقتهای آخر چندین تن از زادگان نویه خراسان که در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان عضو گروه مسلح فرمانده فرانت خلقی در جبهه غازی ملک
خوجا کریموف بیدادگری‌های زیادی کرده بودند. برای جنایت‌های صلح‌های جنگ صادر کردهشان از جمله برای قتل کشتار مردم بیگناه تحت تعقیب قرار گرفتند. خود خوجا کریموف که بیش از 20 سال باز در خارج در حال فرار به سر می‌برد، مقامات توانستند سال 2020 از دبی استرداد کرده برای جنایت‌های سنگین در سال‌های جنگ شهروندی صادر کردهش به 21 سال زندان محکوم کردند. اما وزارت کارهای داخله شرح نداده است که آیا خالبابایف نیز عضو گروه خوجا بود و برای جنایت‌های سال‌های جنگ جستجو می‌شود و یا برای یگان کشتار اخیراً صادر شده. وزارت کارهای داخله از آنهایی که درباره مکان احتمالی بود و باش خالبابایف قربانعلی یگان معلومات دارند خواهش کرده است که برای پیدا کردن جنایتکار کمک رسانند و فوراً با این رقم‌ها تماس بگیرند. 992 909 1001 992 906 250202. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 27 آگوست سال 2024 درباره آغاز تفتیش قضیه زنازنی یک ساکن محلی با یک شهروند خطایی خبر داد. این مناقشه ساعت 3 شب در نزد یک کلوب شبانه در مرکز پایتخت تاجیکستان رخ داده است. گفته می شود که لی کایکیانگ شهروند 36 ساله جمهوری مردمی چین یا خطای به شعبه میلیته نویه اسماعیل سامونی در این خصوص مراجعت کرده است که او را هنگام در کوچه بخارا قرار داشتنش لطوکوب کردند. اما مرکز مطبوعات میلیته دوشنبه گفت سنجش حالت کار نشان داد که در این قضیه میمون جمهوری نیز چندان بیگناه بوده است. در نتیجه سنجش معین کرده شد که صحنه 22 آگوست سال 2024 ساعت 03:00 دقیقه حیدروف ابراهیم سال تولدش 1991 ساکن شهر دوشنبه در کوچه بخارا در نزد مرکز دلخوشی منخیتن ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده با مراجعت کننده مناقشه کردند. هر دو دغلانه ترتیبات جمعیتی را ویران نموده آرامی شهروندان را خللدار ساختند. با نظر داشت که در کردارهای هر دو علامت‌های ترتیب جنایت دیده می شود، مواد ضروری ترتیب داده شده مورد تفتیش پیشکی قرار دارد. گفته می شود در اطلاعیه ملیت پایتخت تاجیکستان اگر اعمال هر دو اشتراکچی زنازنی همچون میل اوباشی ارزیابی شود، به آنها طبق ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری جمهوری تاجیکستان همچون جزا و جریمه و یا حبس مأموری به مدت از 1 تا 15 شبانه روز تهدید می کند. مقامات تاجیکستان هر سال به بیش از 5000 شهروند خارجی برای فعالیت کاری در حدود این جمهوری کواتا جدا می کنند. اکثر این کواتا به شهروندان خطای داده می شوند که در طرح‌های گوناگون سرمایه گذاری آن کشور در دوشنبه و دیگر گوشه های تاجیکستان کار می کنند. خطای در سالهای آخر به یک سرمایه گذار رقم 1 حکومت تاجیکستان تبدیل یافته است. عبدالحی ایمانقلوف روحانی 42 ساله زاده تاجیکستان مفتی اعظم خباروفسک تعیین شد. در این باره روز 26 آگوست سال 2024 خدمات مطبوعات اداره مسلمانان یا مفتیات منطقه شرق دور روسیه خبر داد. بنابر این منبع مجلس اداره مسلمانان این منطقه عبدالحی حضرت را روز 2 آگوست به مقام مفتی اعظم کشور خباروفسک تعیین کرد. دومولا عبدالحی تا کنون امام خطیب مسجد جامع شهر خباروفسک و یاور مفتی منطقه شرق دور بود. دومولا عبدالحی از ازبک‌های زاده تاجیکستان و شهروند روسیه بوده 10 فرزند دارد و زباندان بوده به 10 زبان بلد بوده است. او در روسیه معلومات عالی دینی و هم معلومات عالی دنیوی گرفته است. کشور خباروفسک یکی از بزرگترین ولایت‌های منطقه شرق دور روسیه به شمار می رود. عبدالحی ایمانقلوف تجربه طولانی کار در نظام مفتیات روسیه را دارد. او سالهای 2007-2014 امام مسجد شهر اوسوریتسک کشور پریموری بوده. سپس از سال 2014 تا 2016 در مسکو و سال 2016 تا 2020 باعث امام مسجد در ولایت تومسک روسیه کار کرد. سال 2021 عبدالحی ایمانقلوف به شرق دور برگشت و ماه اپریل همان سال امام خطیب مسجد جامع شهر خباروفسک و همزمان یاور مفتی منطقه شرق دور تعیین شد. عبدالحی ایمانقلوف پدر 3 فرزند نیز است. او و همسرش 10 فرزند دارند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه
پیگیری نمایید. www.bomdod.com. خوش باشید.